عزیز جون، جون دلم. رفیق خوب به کی میگن؟ عزیز، رفیقو باید از علک رد کنی. هر کی از علک رد شد اون میشه رفیقه. رفیق یه سر از هم جدا دارن، جیبشون یکی، تفریشون یکی. هر زمان مشکل داشته باشه از خانواده زودتر کنارته. هر جا حرفت باشه یا سینه سپر میکنه جواب میده، یا بلند میشه محل نمیذاره و میره. رفیق چند پیدا میشه مادر، هیچ وقت قضاوتت نمیکنه. اگر یه ساندویچ بگیره نصفشو میکنه میذاره تو جیبش، میاره برات، میگه من خوردم اونم بخوره. گردنگیرش هم خیلی خوبه. چیش عزیز؟ گردنگیرش یعنی اشتباهات تو رو بگیره گردنش، خیلی عالیه. الهی هممون یه دونه این رفیقا داشته باشیم. دم همه رفیقای با معرفت گرد. رفیق با مرام من کجای دنیایی، بدون تو برای من فرقی نداره مرگ و تنهایی.